دیگه وقتشه که چیزی که میخواستم رو انجام بدم. اومدم اینجا کلی رقصیدم که به خودم روحیه میدادم. بعد آقای دکتر اومدن کلی با من صحبت کردن که استرسم کم بشه. استرس واقعا نداشتم. بعدش که اومدن گفتن حاضر شو بریم اتاق عمل. بعد به بچه‌ها میگفتم شما بیاین با من بریم اتاق عمل. تا تو راهی اتاق عملم شیطونی میکردم دیگه مثل همیشه. بعدش نمیدونم تو داخل آسانسور به من گفتن آرام بخش میزنیم. من احساس میکنم ولی داروی بیهوشی زدن چون هیچی یادم نیست. از موقعی که از آسانسور در میومدنم قشنگ معلومه سستم، ولی داخل اتاق عمل اصلا یادم نیست. بعد که از اتاق عمل در اومدم فارسی حرف میزدم مثل همیشه که فارسی حرف میزدم. بعد اومدن چکاپ کردن، واقعا بی‌نظیر کادرشون و خیلی خیلی راضیم. بعد فردا که شد الانم که حالم خوبه و غذا آوردن. چه غذایی نگاه کنیم، فقط دیگه نمیگم چیه. بعد مهندس خانم داره غذای خودش رو به من نشون میده، داره هرس میده دیگه من نمیتونم بخورم. بعد اومدیم پایین بعد پیاده روی و خیلی خیلی راضیم، خیلی کارشون خوبه. اگه این کار رو بخواین انجام بدی کاردانش بذارید.